این منم. راسخ. شاید در نگاه اول فقط یک ویلچر ببینید. ولی من یک قهرمانم. نه با پاها، بلکه با قلبم بزرگم. من از افغانستان هستم. جایی که زندگی برای آدمی مثل من آسان نیست. از کودکی با درد بزرگ شدم. اما با ایمان و اسلام زندگی کردم. اما من خاموش نشدم. با شکر و عبادت الله یاد گرفتم با سکوت، با دعا، با کار راه خودم را پیدا کنم. حالا میفهمم صدای کسانی باشم که صدا ندارند. میخواهم با این کانال امید پخش کنم، دلها را زنده کنم و به همه بگویم قهرمان بودن به پا نیست، بلکه نیت پاک است. اگر صدای من به قلبت رسید، اگر حس کردی این پیام از دل هست، پس با من باش. چون من راسخ هستم. ایستاده روی ویلچر ولی استوار در دل. متن پایانی روی صفحه. برای حمایت از این صدا کانال را سابسکرایب کنید. زیرنویس انگلیسی. Subscribe to support this